سلام بچه ها. من مرد قصه گوی هستم. من امروز برای شما قصه آنا چشمش اعلی شد رو نقل میکنم. بود نبود یک پلنگ با یک روباهی لنگ در بیشه جای داشتن، با هم مراسا داشتن، یک جای کار میکردن، هر دو شکار میکردن. وقت شکار همیشه روباهی پر اندیشه حیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. سیده اگر شد پیدا، روباه ایستاده در جای، دومش را می جنبانید، پلنگ را می فهمانید. اندک ایست، پشم و یالت اندک خیست، چشمت سرخ و علا شد، دم و گوشت بالا شد. دندانها را خنجر کن، اکنون هجوم را سر کن. پلنگ هم تیار می شد، در اجرای کار می شد. بعد یک جای می خوردن، به خانه هم می بردن. ولی گربه میاو با یک خرگوش میکفتن خانه موش. ناگه خوا شنیدن، پلنگ و روباه دیدن، کفتنشان را ماندن، شکارشان را دیدن. گربه گفت به خرگوش میاو، همش را گیر در گوش. دیدی روباهی لنگ را، چی ها می گفت پلنگ را. اکنون دیگر در بیشه پیش رو از من همیشه. هر سیدی را که دیدی یا آوازش شنیدی، در رو خبردارم کن، چون روباه هوشیارم کن. زورم پیش از پلنگ است، پلنگ نزدم گرنگ است. ناگاه به چشمی آنان یک تایچه شد نمایان. گربه گفت به خرگوش اندک ایست، که ببین یالی من خیست، چشمم سرخ و علا شد، دومم اندک بالا شد. خرگوش گفت انا
بالا شد، چشمتان هم علا شد. دندانها را خنجر کن، اکنون هجوم را سر کن. گربه دوید و پرید، به دنب تایچه چسبید. بعد از آن تایچه جهید از جایش، گربه افتید در پایش. بعد از آن تای شیرمست با تمامی شور و شست گربه را مثل توپ کرد، تازه هم لگد کوب کرد. خرگوش گفت زیر لب: وا عجب، پهلوان زیر پا شد، آنا چشمش علا شد. این بود قصه آنا چشمش علا شد. دوستان عزیز، گربه اگرچه با پلنگ مانند هم باشد، اما زور و بازوی پلنگ را ندارد. هر کسی را بهر کار ساختن. خیر دوست روی کنی عزیز، خیر.